درست شد. سلام به همه دوستان عزیز. باز هم با یک برنامه لایو دیگه خدمت دوستان عزیز هستیم. دوستان اگه لهجه منو ببینین حتما تعجب میکنین. من الان داشتم با همکارم صحبت میکردم که من وقتی میخوام با دوستان عزیز ایرانی صحبت کنم نمیفهمم، لهجه‌م اتوماتیک میشه ایران، لهجه دوستان عزیز ایرانی. و وقتی میخوام با دوستان افغانم صحبت کنم لهجه من میشه دری. با لهجه افغانا صحبت میکنم. الانم دیگه ناخواسته من با لهجه به اصطلاح لهجه دوستان عزیز ایرانی برنامه رو شروع کردم. انشالله هر جایی هستین دوستان عزیز خوب و سلامت باشین. به هر کدوم از شما که این ویدیو رو میبینین بهتون سلام خاص داریم و بازم من مثل بقیه ویدیوها که با این پیش مقدمه شروع میکنم که ما این ویدیوهای لایو رو به این هدف میذاریم که دوستان عزیزی که برای ما سوال میفرستن و به اصطلاح میخوان معلومات زیادتر بگیرن، خیلی از اون سوالها مشترک هستش و عمومی هستش و به همین خاطر ما این ویدیوها یا این لایوها رو برگزار میکنیم همراه همکارای مختلفمون. من زیادتر با ویدیوهای قبلیم یا لایوهای قبلیم با همکارای افغانم بوده که خودم هم به اصطلاح اصالتا از افغانستان هستم، ولی به خاطر اینکه دوستان عزیز ایرانی هم توی صفحه من هستن و همچنین دوستان عزیز افغان داخل صفحه همکارم سودابه خانم هستن، به همین خاطر من تصمیم گرفتیم، یعنی هر دومون تصمیم گرفتیم که با همدیگه لایو بذاریم و اینطوری به اصطلاح سوال خیلی از دوستا رو ما جواب بدیم. من خیلی خلاصه خودم رو معرفی میکنم. اسم من صدیقه حسنی هست. من شغل اصلیم به اصطلاح مهندسی یا انجینری هست. لیسانس خودم رو از ایران گرفتم، فوق لیسانس یا ماستری خودم رو از آمریکا گرفتم. الانم شغل انجینری دارم و کار تمام وقت دارم، ولی در کنار اون من این بیزنس رو پیش میبرم و از خانم سودابه جون عزیز که از همکارای ما توی این بیزنس میشن میخوام که حالا ایشون خودشون رو معرفی کنن. حتما عزیزم. منم سلام میکنم به همه دوستان هر کجا که هستین، انشالله که خوب باشین. من سودابه صابرزاده هستم. ما تورنتو هستیم، کانادا زندگی میکنیم. حدود 8-9 ساله اومدم با خانواده خودم که داروسازم، داروسازی ایران خوندم، 17 سال به عنوان داروساز کار کردم، 10 سال داروخانه خودم رو داشتم و الانم 3 ساله که توی این بیزنس مشغول شدم و به عنوان خیلی خیلی باعث افتخار و خوشحالیمه که تونستم واقعا توی این مدت با عزیزان زیادی آشنا بشم، با هزاران آدم از سراسر دنیا و تونستم راهنماییشون کنم. حدود 400 نفر الان من کوچشونم، منتورشونم و واقعا باعث خوشحالیه و خوشحال میشیم که امشب بتونیم اطلاعات خوبی در اختیارتون بذاریم. حتما. خانم سودابه عزیز، اولین سوالی که اکثر دوستا به ما از من میپرسن اینه که یا کامنت خیلی زیاد میذارن اینه که مثلا چطوری با این بیزنس آشنا شدین و چرا تصمیم گرفتین که وارد این بیزنس بشین؟ آره خب همین ما مثل الان که یه سری افراد دارن این ویدیو رو نگاه میکنن همینجوری آشنا شدیم، همینجوری که الان دوستان دارن آشنا میشن. حالا ممکنه البته اطلاع رسانی های توی سوشال مدیا، چون ما کارمون اینه که ادورتایزینگ میکنیم، اطلاع رسانی میکنیم تو 7 تا پلتفرم سوشال مدیا: فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب، گوگل، پینترست، لینکدین، تیک تاک و خب البته 3 سال پیش که من اومدم 4 تا پلتفرم بود، حالا شده 7 تا، چون آموزش ها همیشه آپدیت میشه، در اختیارمون قرار میگیره و این یکی از واقعا مزیت‌های بسیار جالب این سیستم آموزشی که ما داریم که لایف تایم در اختیارمونه و آپدیت میشه بدون اینکه ما زحمتی بکشیم، وقتی بذاریم و کوچ و منتور تا آخر عمر داریم و تمام این آموزش‌ها رو دوباره به ما انتقال میدن. و در صورت ما توی این پلتفرم‌ها راجع به این بیزینس اپورتونیتی و راجع به این لایف استایل و این آموزش‌های در واقع مارکتینگ آنلاین وقتی که اطلاع رسانی می‌کنیم، چون کارم اینترنشناله، میره به جای مختلف دنیا، آسیا، اروپا، آمریکا، استرالیا و همه ما یه اطلاع رسانی از یکی از دوستانی که توی این بیزینس بوده دیدیم. حالا ممکنه به صورت ویدیو باشه، تکست باشه، عکس باشه، کیبورد باشه، چون اطلاع رسانی و تبلیغات انواع مختلف داره و اینجوری آشنا شدیم. خلاصه خودت چی صدیقه جان شما؟
بله دوستان کامنت میذارن، میگن که یا وقتی که با ما تماس میگیرن میگن که ما از این ویدیو خیلی دیدیم و خیلی ها دارن این بیزنس رو تبلیغ میکنن. دقیقاً دوستان عزیز، روز به روز تعداد کسایی که وارد این بیزنس میشن خیلی زیاد میشه. به همین خاطر من هم از یکی از همون کسانی بودم که این ویدیو رو به اصطلاح زیاد دیدم و مدتی طول کشید که من به اصطلاح تحقیق کنم و تصمیم بگیرم که وارد این بیزنس بشم. خیلی جالبه که خیلی از دوستان میگن وقتی ما صحبت‌های شما رو شنیدیم، بک‌گراند شما رو دیدیم، جالب شد برامون. به همین خاطر برای اولین باره که ما ایمیلمون رو میدیم و یا اینکه مثلا میایم جدی فکر میکنیم راجع به این بیزنس. بله دوستان، این بیزنس طوری خانم سودا به خیلی از سوالای ما رو جلو هم جواب داد. این بیزنس کارش تبلیغات هست و جالبه که از بک‌گراندهای مختلف، از خانم خونه گرفته تا دکتر، مهندس، حسابدار وارد این بیزنس میشن و تعجب نکنین اگه ببینین که روز به روز تبلیغات یا کسانی که توی این بیزنس میان و تبلیغات آنلاین میکنن روز به روز زیادتر میشه. منم با دیدن یکی از اون ویدیوها تصمیم گرفتم که وارد این بیزنس بشم. سوال بعدی دیگه این که خانم سودابه عزیز، دوستان ما میپرسن که دقیقاً کار ما چی هست که شما خوب توضیح دادین. بنابراین اگه میخواین یه توضیح مختصر اونو بگین و اینکه اگه راجع به این توضیح بدین که اگه دوستان میخوان سرمایه گذاری کنن و وارد این بیزنس بشن راجع به اون قسمت توضیح بدین که چه پکیج هست، لیول و حد سرمایه گذاری چطور هست. حتما. فقط قبل از راجع من کامل که راجع بیزنس میخوام بگم که چی هست. فقط این که با توجه به اینکه خب هم رشته خیلی خوبی خوندی، تحصیلات عالی داری، شاغل هستی، اول بگو چرا اومدی این بیزنس؟ وقتی این ویدیو رو دیدی دلیل چی بود؟ اینو برامون بگو. سودابه عزیز، من واقعا اگه بخوام برای دوستان تعریف کنم، زندگی خیلی جالب و خیلی نمیدونم برای من جالب بوده، هم سخت بوده هم جالب بوده. من تصمیمات بزرگی توی زندگیم گرفتم و یکی از اون تصمیمات این بود که من باید می اومدم آمریکا. یک به اصطلاح یه برنامه خیلی بزرگ اسکالرشیپ بود، فولبرایت بود، من قبول شدم و شرایطش این بود که من نمیتونستم با فامیل بیام و شوهرم افغانستان بودی؟ بله. سال 2012 بود و من نمیتونستم بیام به اصطلاح همراه فامیل بیام آمریکا و من مشکلی این بود که باید دختر کوچیکمو میذاشتم خونه توی پیش مادرم افغانستان و خودم من تنها میومدم آمریکا. میونه کلمه این چیزی که میگی چی بوده که برنده شدی؟ این یک اسکولارشیپ خیلی بزرگ بود تو دنیا که بهش میگن فولبرایت و از طرف دولت آمریکاست. من وقتی اون اسکولارشیپ رو با زحمت فراوون به دست آوردم فهمیدم که دیگه نمیتونم بچه‌مو با خودم بیارم. تصمیم خیلی سختی بود، هیچ کس هم حمایت نمی‌کرد به جز فامیل خودم. ولی خب وقتی که من به اصطلاح نتیجه کار دیدم خیلی از دوستان حمایت کردن. در مورد این بیزنس هم دقیقاً همین اتفاق افتاد. بالاخره من هیچ کس از زندگی کسی خبر نداره، ولی یک سری چیزای مشترک هست که خیلی از دوستان ممکنن با اون به اصطلاح درد مشترک همه ماست. وقتی که ما اینجا مهاجرت کردیم، من هیچ وقت به فکر داشتن یک بیزنس نبودم. همیشه شوهرم بیزنس خودشو داشت، خدا رو شکر ما افغانستان زندگی خیلی خوبی داشتیم و منم هیچ وقت به فکر بیزنس نبودم. میگفتم از هر فامیلی یه نفر خب بیزنس دیگه کافیه دیگه، من چرا برم بیزنس کنم؟ کارمند بودم، خیلی هم راضی بودم. ولی وقتی که اومدیم افغانستان به اصطلاح آمریکا، از افغانستان اومدیم آمریکا و ما به اصطلاح زندگی رو از صفر اینجا شروع کردیم و هیچ پس‌اندازی نداشتیم. من و شوهرم هر دو کار تمام وقت داشتیم، ولی خب زندگی اینجا دوستان خودشون خبر دارن خیلی گرون هست و اگه میخوای یه کم زندگی راحت‌تر داشته باشی بالاخره باید درآمد بیشتری داشته باشی. اینه که من شروع کردم تحقیق راجع به گزینه‌های مختلف. دوستان خیلی میگن، واقعا همون تحقیقاتی که دوستان انجام دادن من انجام دادم. بیزنس آنلاین نمیفهمم آمازون بود، سایت علی بابا رو میگشتم اگه چیزی پیدا کنم. حتی بعضی از دوستان که تو کانادا بود صحبت میکردم، اونا میگفتن مثلا یه سری جنس‌ها رو میخرن میارن اینجا انبار میکنن میفروشن. قرار شد برم یه شرکت به اسم خودم بزنم، اون کارو شروع کنم.
ولی خب همه اونا انبار میخواست و بعد کرایه انبار میدادم مثل دوستم و خیلی از این تحقیقات رو با دوستان انجام دادم، خیلی هم تنهایی. ولی بعدش که این بیزنس رو دیدم اومد گفت دیجیتال مارکتینگ، گفتم من که اصلا به این بیزنس نمیخورم، ولی نمیفهمم دیگه. چند تا تبلیغات رو باز دیدم، گفتم خب حالا بیار دیگه، مثلا مشکلی نیست، من که این همه پول میذارم، مثلا اینا میگن ریفاندبل هست، بیا یه ذره معلومات بیشتر مثلا برم پیدا کنم. ولی همین که من اون ویدیوها رو دیدم یکی دوتاشونو دیگه، گفتم نه من میرم ترایال، اون هزینه خیلی کم رو میدم که به اصطلاح قابل باز پرداخت هست، اونو دادم و ظرف یه دو سه روزی من گفتم که واقعا این بیزنس چیزی هست که من میتونم انجام بدم و میتونم به اصطلاح منم جز یکی از اون کسایی باشم که به اصطلاح تغییرات بسیار زیاد و بسیار بزرگی به برکت این بیزنس تو زندگیشون اومده و منم بسم الله گفتم و شروع کردم و اولین به اصطلاح همینطور درآمدا رو، اولین درآمد رو که گرفتم اصلا واقعا باور نمی‌کردم. من پستش کردم سوشال مدیا چون باور نمی‌کردم هیچ بیزنسی بعد یک ماه دو ماه به اصطلاح 1.5 ماه بعد از اینکه من ترینینگ‌ها رو تموم کردم جواب بده و شما درآمد داشته باشید. این از داستان من بود. ولی شما خوب پرسیدین، منم گفتم این شد داستان. جالب بود چون هم آدم بسیار دقیقی هستی، بسیار منظم، مرتب، دقیق، متعهد، کوچبل و واقعا اینجور و اینکه خب از لحاظ قبلم تحصیلات خوبی داری، پروفشن این نیست، یعنی میخوام بگم که خیلی ها اینجا هستن که در واقع تحصیلات بالایی دارن، حالا البته که همه جوری داریم ولی واقعا هر کدوممون یه دلیلی داریم که اومدیم اینجا و اون دلیله هستش که اون تغییری که خواستیم تو زندگیمون بدیم حالا یک شب هم قرار نیست اتفاق بیفته و اون رویایی که دنبالشیم و دلمون خواسته که با یه تغییری تو زندگی بهش برسیم. و خب منم دقیقاً خب به هر حال داروساز بودم، همسرم پزشکه، نمیخوام بگم که زندگی بدی داشتیم ولی خب وقتی آدم میاد اینجا خب آره اول که تحصیلات ما رو قبول ندارم و مشکلات دیگه که همه ماها داشتیم و با 3 تا بچه، چون من 3 تا پسر دارم، موقع دوقلوام 4 سالشون بود، پسر بزرگم توی سن خاصی بود که تینیجر بود، خیلی نیاز به توجه داشت و خب اینجا فقط صبح تا شب دویدنه و خب با توجه به اینکه ما با دلار 3 تومن اومدیم و بعد دلار با اون قیمت و اون سیوینگی که داشتیم همه تمام شد و دیگه واقعا استرس گرفته بودمون و منم و اینکه من سالها داروخانه خودمو داشتم، من همیشه دلم می‌خواست بیزینس خودم، اینکه برم کارمندی تو وجود من نبود هیچ وقت و اینکه کار کردم برای دیگران منو عذاب میداد. این بود که به فکر افتادم مثل خودت خیلی چیزا رو زیر من 2 سال بود، آمازون، ایبی، شاپیفای، استاک مارکتینگ دیگه، اموی، رودنفیل، این چیزای آرایشی بهداشتی و چیزی که همشون یا اینوستمنت ها بسیار سنگین بود. همون داروخانه دیدم $1,000,000 من باید بخوابونم تا حالا که به درآمد برسه و خب این واقعا من در توان من این اینوستمنت های سنگین نبود یا اینکه درگیر فروش مستقیم کالا می شدم که خب من نتورکی نداشتم، نتورک وسیع میخواست یا علم میخواست که کسی نبود بهم آموزش بده، باید خودم تنهایی یاد می و همه اینا مشکل و یا وقت زیادی ازم میگرفت. خب با خودم گفتم خب حالا اون میگفتم وقتم میخوام آزاد کنم، خب این که بدتر شد که و دنبال یه چیز آسون‌تر بودم، یه چیزی که راحت‌تر باشه، وقتی کمتری ازم بگیره، یعنی در واقع ایزی تو ستاپ، نه که بگم مثلا حالا آسون، بیشتر میتونم بگم سیمپل باشه نه ایزی، این بهتره. یعنی و این که اینجا واقعا وجود کوچ و منتور و سیستم آموزشی و ساپورت قوی که داره، خب واقعا من یعنی در واقع اینجوریه که خودت هم دیدی صدقه جان، وقتی کسی وارد اون قسمت ترایال یا آزمایشی میشه و پتانسیل کار درآمدها و اون در واقع دقیقا میفهمه بیزینس مدل چیه، من به عنوان کوچی که خب سالها 3 سال مشغولم، 80-90% افراد بلا استثنا میان شروع میکنن، اون درصدی اون 10% هم که نمیان بعد میان، اونایی که ریفاند میگیرن بعد 1 سال 2 سال 3 سال همشون دارن میرن دوراشون رو میزنن، جای دیگه میرن، مقایسه هاشون میکنن، پولشون رو از دست میدن. چقدر من داشتم که میگم کاش اون موقع اومده بودیم رفتیم استاک مارکتینگ کلی هم پول از دست دادیم، رفتیم اوبر نمیدونم چی شد. و
این سیستمی که ما الان هستیم، حالا من بگم دقیقاً چیه، ببین ما یک ارگانیزیشن آموزشی هستیم که در واقع علم بازاریابی آنلاین رو توی پلتفرم‌های مختلف که 7 تا پلتفرم آموزشش رو تهیه کردن به صورت سری ویدیوهای کوتاه از پیش ثبت شده و در اختیار افراد قرار داده میشه و اشخاص یاد میگیرن که چطور از طریق بازاریابی، مارکتینگ میشه از سوشال مدیا درآمدزایی کرد. این علمی که الان همه جا از سوشال مدیا مارکتینگ یه سرچ بکنید دانشگاه و کالج‌های اطرافتون رو میتونید پیدا بکنید. منتها قشنگی این سیستم اینه که این ارگانیزیشن آموزشی به صورت فرانچایز مدل با یک کمپانی مادر که یک کمپانی ژاپنی 50 ساله است کار میکنه، به صورت فرانچایز مدل جوین شده و هر کس که وارد این سیستم میشه از همون روز اول بابت اینوستمنتی که انجام میده، بازم میگم این بیزینس جاب نیست، حقوق نمیگیریم و اینوستمنت میخواد. منتها اینوستمنت انقدر ناچیزه که یه حتی یه دانش آموز و دانشجو مثل پسر منم داره انجام میده، چون پسر منم 2 ساله الان 20 سالش از 18 سالگیش هم شروع کرده و اصلا قابل مقایسه با بیزنس های بیرون نیست. و کسی که میاد وقتی که اینوستمنت اولیه میکنه هم آموزش ها و کوچ و منتور رو میگیره، هم یک آیدی بیزینس از روز اول از اون کمپانی بهش تعلق میگیره که به واسطه اون آیدی هست که ما میتونیم کار بازاریابی انجام بدیم، کار آموزش انجام بدیم و درآمد داشته باشیم به صورت قانونی و تکس بدیم بابت درآمد، حالا هر جای دنیا که هستیم. و وقتی میگیم فرانچایز مدل یعنی در واقع کمپانی مادر وجود داره و همیشه توی بیزنس های فرانچایز مدل پروداکت وجود داره همیشه، منتها اون پروداکت برای تبلیغ نیست و ما درگیر فروش مستقیم پروداکت نمیشیم. در واقع ما وارد پروسه سیلز نمیشیم. وقتی میگیم پروسه سیلز یعنی انبارداری، همین که الان صدیقه جون گفت که بعد انبار میگرفتم، اجارهش رو میدادم، هزینه داشت. ما درگیر این نیستیم، درگیر این که کالا رو دستمون بمونه، حالا تاریخش بگذره، کسی نخواد، شیپینگش، ریفاندش، نمیدونم دیسکانتینیو شدنش، ناراضی بودن مشتری، سر و کله زدن با مشتری، ما هیچ کدوم اینا رو نداریم. اینا با خود کمپانیه. ما تو قسمت آموزشیش هستیم و بازاریابیش. این کاریه که ما انجام میدیم. یعنی هر کس که وارد سیستم میشه، من همیشه میگم اولش مثل یه دانش آموزه، دانشجوه، میاد ثبت نام میکنه توی مثل یه آموزشگاهی و در کنار آموزش یک بیزنس آیدی هم داره که حالا خودش تبدیل میشه به یک منتور، کوچ و یک کسی که کار از طریق آموزش و بازاریابی در کنارش میتونه طبق اون بیزنس مدلی که اینجا وجود داره به درآمد برسه که واقعا یک بیزنس مدل بی‌نظیره. و از اونجایی که بیس ژاپنه، من همیشه میگم من روزی که اومدم دیدم این بیزنس میگه کمپانی ما در ژاپنه، گفتم این کارش درسته، چون ژاپن واقعا اصلا یک دنیای دیگه است. من یکی از دوستام اونجا میگه اصلا تو در آینده زندگی میکنی، اصلا وقتی تو ژاپنی بیای اونجا احساس میکنی کاملا بیسوادی و همه چیز بسیار آدمای یعنی جامعه منظم، مرتب و همه چی قانونمنده. و این چیزی که واقعا من و یک کمپانی که وقتی 50 سال باشه وجود داشته باشه، خب این اعتبارشه. این هم از این کل کاریه که ما اینجا انجام میدیم. واقعا خیلی خوب توضیح دادین خانم مسئوله عزیز. و فقط من میتونم یه چیز اضافه بکنم. بله، اکثر ما این بیزنس رو شروع کردیم مخصوصا ماهایی که تغییرات خواسته یا ناخواسته تو زندگیمون داشتیم که بعضیاشون خوب بودن، بعضیاشون هم یک سری مشکلات رو برای ما ایجاد کردن و ما مجبور بودیم که تصمیمات گاهی سخت و گاهی مهم بگیریم. مثلا برای من اومدن به آمریکا بدون به اصطلاح فامیلم و دختر کوچیکم یه تصمیم سخت ولی مهم بود، ولی جوین شدن تو این بیزنس سخت نبود ولی مهم بود. آرزی بگو چه تأثیری برات داشته؟ حالا خب میدونم خیلی وقت نیست هستی، ما نمیخوایم بشیم به افراد بگیم ما این شبه میایم اینجا ثروتمند میشیم، پولدار میشیم. بله دقیقاً. ولی چه تأثیری کلا از لحاظ پرسونالیتی یا هر چیز دیگه ای برات داشته؟ اینو بگو. این بیزنس اول برای من خیلی جالب بود. من که وارد بیزنس شدم به من گفتن که بعد از بستگی به سرعت خودت داره که مثلا بعد از چه مدتی شما میتونین درآمد داشته باشین، که خوشبختانه بعد از ماه اول که من تریدینگ رو دیدم تقریبا ماه 1.5-2 ماه بعدش من اولین درآمد خودم رو داشتم. و بله یعنی اینکه نتیجهش رو من دیدم خیلی زود، برعکس بیزنس هایی که دیگه که باید یه مدتی بالاخره باید صبر کنیم. و این تاثیر دیگه ای که داشت
به اصطلاح کسایی که واقعا بیزنس میکنن یک ذهن متفاوت از بقیه آدما دارن و منی که کارمند هستم با یک نفری که بیزنس کارش بیزنسه مایندستمون تغییر میکنه و من اینو دارم برای خودم میبینم و خوبی این بیزنس این هستش که آدمای خیلی موفق با به اصطلاح بک‌گراندهای متفاوت که خیلی هاشون هم مثلا میگم دکترن، مهندسن و یا مثلا یکی هست که یه مادر خیلی موفق هست و اینا میان بیزنساشون مثلا پیشرفت میکنه و اونا میان از تجربیات خودشون میگن، از تغییراتی که توی مایندستشون به وجود اومده میگن و اینا خیلی تأثیر میذاره روی روزمرگی آدما و روی اینکه شما چطوری به زندگی نگاه میکنین و چطوری برای خودتون به اصطلاح هدف. هر کسی خیلی راحت میتونه هدف برای خودش بذاره ولی اینکه چطوری به اون هدف میرسی خیلی ها نمیتونن مثلا اون بهترین راهو پیدا کنن. ولی داخل این بیزنس به خاطر اینکه شما ریسورس های خیلی مختلف دارین، آدم های خیلی مختلف رو میبینین و به اصطلاح مستر مایند های مختلفی هستش، شما میایین میبینین و از خودتون یه آدم متفاوت میسازین، یه آدمی که میخواین و یه گولی رو برای خودتون گذاشتین، حالا میخواین برسین و این به اصطلاح مجموعه به شما اون طرز فکر رو میده که شما چطوری ادامه بدین. بنابراین این بیزنس فقط برای من یه بیزنسی نبوده که مثلا یه منبع درآمد دوم باشه و من یکی از اهدافی که داشتم وقتی آمریکا اومدم به خاطر اینکه این زبان انگلیسی زبان دوم من بود و منم به اصطلاح اینجا کار تخصصی مهندسی یا انجینری انجام میدادم، من میخواستم که به اصطلاح این کامیونیکیشن اسکیلمو ببرم بالا، اعتماد به نفسمو ببرم بالا، به خاطر اینکه یه دفعه تغییرات توی زندگی من خیلی زیاد شد و من به اصطلاح اون کانفیدنس یا اون اعتماد به نفسی رو که با زبان خودم تو کشور خودم داشتم که به همه چیز احاطه داشتم، اون اعتماد به نفس رو اینجا به اون میزان نداشتم. ولی از زمانی که وارد این بیزنس شدم هر روز من یه چیز جدید یاد میگیرم از دوستان عزیز، از به اصطلاح ریسورس هایی که این بیزنس در اختیار من گذاشتن و من علاوه بر به اصطلاح قسمت فایننسش همیشه گفتم که به اصطلاح از نظر رشد شخصیتی و اعتماد به نفس و اسکیلا و به اصطلاح اون مایندستی که یا من اگه دریش رو بگم یا فارسیش رو بگم، طرز فکر آدم رو تغییر میده و من الان میبینم که کاش من زودتر بیزنس مایند میداشتم. زندگی واقعا خدا رو شکر الانم خوبه ولی من فکر میکنم خیلی میتونستم بهتر از این باشم اگه یک مایندست بیزنس مایندست داشتم. عالی هستی واقعا. دقیقا همین که گفتی سلینا جان، این که اصلا آدم تغییر میکنه اینجا، یعنی و این من همیشه میگم از وقتی اومدم اینجا مامان بهتری شدم، همسر بهتری شدم خودم اصلا کیف میکنم. حالا اون اعتماد به نفس و در واقع یه چیز جالبی که برای من داشته، مثلا من همین جلوی دوربین، من تا 1 سالم تو این بیزنس بودم، تقریبا 1 سال جلوی دوربین نمیتونستم بیام. اصلا من قبل اینکه بیام یکی از سوالای مهمم این بود که من نمیخوام بیام جلوی دوربین، که خب کوچم بهم گفت بابا نیاز نیست، اگه نمیخوای نیا. ولی بعد از این چون من آدمی بودم که همیشه از دوربین و فیلم و عکس و همه چی فراری بودم، اصلا کلا تو مهمونی‌ها و یه دونه عکس جایی نداشتم و اصلا اگه از اول مثلا قرار بود هم چیزی باشه من پامو هم نمیذاشتم اینجا. و خیلی برام جالب بود که بعد از یه مدت اون اعتماد به نفسی که بهم داد اصلا باعث شد که خودم دوست داشته باشم و اصلا و روز اولی که من وارد این سیستم شدم و شروع کردم بعد از اینوستمنت، منتورم حرفی که بهم زد گفت سودا خیلی برات خوشحالم، 1 سال دیگه این موقع خودتو نمیشناسی. و من اون موقع اصلا برام این حرف معنی نداشت، یعنی چی 1 سال دیگه؟ ولی وقتی سر 1 سال شد واقعا این حرفو بهش رسیدم که چرا این حرفو بهم زد.
و اون تغییری که اون آرامشی که آدم ببین خیلی چیزاش از یک طرف مایندست و اون در واقع به قول خود مسترمایند ها، چیزایی که سورسایی که در اختیارمونه که اصلا مایندست آدمو تغییر میده، از یک طرف اون در واقع اعتماد به نفسی که آدم پیدا میکنه و از یک طرف اون آرامشی که این سیستم به آدم میده، راجع به اون استرس هایی که از آدم میگیره وقتی آدم شروع میکنه به نتیجه میرسه. چون اکثر ما استرس این بازنشستگی رو داریم تو این کشورها، مثل من دیر وقتی اومدیم میگیم عاقبتمون قراره چی بشه، من تا 30-40 سال کار کنم بازنشسته بشم، اصلا من میتونم این همه سال کار کنم، اگه اینطور شد اگه اونطور شد. اینا همش ما نگرانیم. این هزینه‌های سنگین، مورگج وقتی خونه نداریم یه جور خونه میگیریم، مورگج 30 سال 40 سال مورگجه، هی میگیم اگه یه اتفاقی افتاد چیکار کنیم، مورگج یه ذره همه اینا. وقتی اینجا به یه آرامشی میرسیم، یه درآمد خوبیه، به هر حال میبینیم. خب میدونی که اینجا یه پسیو اینکام همونطور که شما میدونید، مثلا ما در واقع حالا ما میگیم بازنشستگی، اون پسیو اینکامی که $5000 ماهیانه است بدون شرط سن، بدون شرط تجربه کاری، وقتی ما به یک لول خاصی میرسیم که بستگی به زحمت خودمون داره، زمان خودمون، حالا از 3 سال هست تا 5-6 سال بچه‌ها حالا بهش رسیدن، خب این خیلی به آدم امید میده، آرامش میده و این آرامشه تمام زندگی آدمو تحت تاثیر قرار میده. و واقعا همه چیز، البته که پول مهمه، ما همون بر جنبه مادیش اومدیم، ولی جنبه‌های دیگه‌ش هم فوق‌العاده جالبه. آره عالیه سودابه خانم. خیلی از سوالای دوستان عزیزمون رو شما حین توضیح دادن واقعا جواب دادین. من سوالا رو مطرح نمی‌کنم به خاطر اینکه جوابش رو شما دادین، ولی یه نکته‌ای که من می‌خواستم اضافه کنم اینه که بدون اینکه من بپرسم شما به یه مورد خیلی خوب اشاره کردین. دوستان میگن که ما باید بیایم ویدیو بذاریم به خاطر اینکه راحت نیستیم یا مثلا لایو بریم. نه دوستان عزیز، همینطور که خانم سودابه خانم به اصطلاح اشاره کردن، شما از هر روش تبلیغاتی میتونین استفاده کنین. اگه گرافیکتون خوبه میتونین یه گرافیک خیلی خوب درست کنین و تبلیغات کنین. اگه مثلا با پوستر درست کردن راحتین. یعنی انواع روش‌های تبلیغاتی اینجا هست، همون تبلیغاتی که شما جاهای مختلف دیدین، ولی اینجا خب به اصطلاح پلتفرم‌های مختلف سوشال مدیا هستش که شما استفاده می‌کنین و خوبیش این هستش که هر چقدر تغییرات بیاد به اصطلاح شما تا آخر عمر رایگان همه اون ترینینگ‌ها رو خواهید داشت و لازم نیست که مثل بیزنس‌های دیگه که وقتی ورژن جدید به اصطلاح محصولات آموزشیشون میاد شما اونا رو باید بگیرید. و دوستان عزیز یه سوال دیگه‌ای دارم خانم سودابه که سوال خیلی مهمی هستش و بالاخره باید تصمیم بگیرن. مثلا کسانی هستن که میگن شما که اسم از دانشجوها میبرین، دانش آموزا، مثلا کسایی که محصل هستن و 18 سال به بالا هستن، منظورم از دانشجو کسایی هستن که دانشگاه میرن یا کالج میرن، اینا میگن ما چطوری میتونیم بیایم، ما که هیچ پسندازی نداریم. و اگه شما یه توضیح مختصر راجع به مقدار سرمایه گذاری بدین که دوستان مثلا چطوری ببین، یکی این که من یه چیزی که همیشه میگم، این بیزنس مال کسیه که یه مقدار سیوینگ داشته باشه، چون به هر حال یه اینوستمنت اینجا هست که حداقل یه $2,000 باید اینوست بکنن. اینه که حالا البته نسبت به میگم اون خدماتی که میده، چون همین یه دونه علم سوشال مدیا مارکتینگ و یه تحقیق کوچیک، یه گوگل برین یه سرچ کنی، مثلا من اینجا تورنتو توی کالج من پسرم سرچ کرد دید $20,000 هزینه‌شه، نه آیدی بهش میدن، نه کوچ و منتور تا آخر عمر داره، نه آپدیت داره، نه هیچی نداره، 10 برابر اینا باید پول بده بره یاد بگیره. خب اومد اینجا اسمشو نوشت و چون میدونی که این یه علم کلیه اینجا یاد میگیرن. خیلی برای مثلا رشته بیزنس های خودشون ممکنه بخوان استفاده کنن، چون الان تمام بیزنس ها باید بلد باشن از طریق آنلاین تبلیغات کنن و پس حتما یه اینوستمنت کوچیکی نیازمون. تو چیزی از تو خیلی از کشورها، نه همه جا، ولی میتونن به صورت اقساط هم پرداخت بکنن. اینه که شخص وقتی بیاد داخل ترایال، خب اولش که ایمیل و اسمشون رو میذارن توی وبسایت های حالا هر کدوم از ما که دوست دارن، براشون وبینار رایگان که میره، آخر سر خوبیش اینه که اولا میتونن بیان توی ترایال، چون مسلما ما هرچه هم اینجا بشینیم صحبت کنیم نمیتونیم کامل بیزینس مدل رو شرح بدیم و نیاز هست که بیان توی $149 US بدن، بیان توی دوره آزمایشی
کامل با اون سیستم در واقع اینکه اینوستمنت بر اساس جایی که زندگی میکنن، روش‌های مختلف اینوستمنت، مقدارهای مختلف، اگه بتونن قسطی بدن، همه اینا رو باش آشنا بشن و اینکه اصلا درآمدزایی دقیق چجوریه اینا، و بعد تصمیم بگیرن که میخوان ادامه بدن اینا، که چون اگه نخوان ادامه بدن تا 30 روز وقت دارن که اون $149 رو کامل برگردن به حسابشون با یه ایمیل، بدون اینکه بخوان حالا کسی باشون چونه بزنه. و اگه خواستن ادامه بدن حتما یه اینوستمنت کوچیکی میخواد، ولی واقعا این عددی که بعداً 10 برابر میشه، 100 برابر میشه، 1000 برابر میشه و واقعا ارزشش رو داره اگر کسی دنبال اینه که به درآمدی برسه در کنار کاراشون. واقعا روزی 1-2 ساعت بیشتر وقت آدمو نمیگیره. البته که میگم هر کی اگه هرچی بیشتر وقت بذاره خب خودش کارش سریعتر پیش میره، ولی واقعا اینکه زمانش فلکسیبله. مثلا خب یه دانش آموزه خانمی شاغل یا حالا مادری که مثلا چند تا بچه تو خونه داره، اینا نمیتونیم بهشون بگیم از این ساعت تا این ساعت بیاین سر یک کلاسی بشین. خوبش اینه که تمام این تایما دست خودمونه که کی بخوایم تایم بذاریم و چقدر. و اینه که ولی کن در نهایت این مثل هر بیزینسی نیاز به زمان داره، حوصله داره، آموزش داره، یادگیری داره و پله 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 درآمد زیاد میشه. برای من نوعی بعد از 1 سال و الان حالا اینجوری بگم بعد از 3 سال درآمد این بیزنس 2 برابر درآمد داروساز برای من تو کانادا هست. برای همین من کار خودم رو کنار گذاشتم. دلیل نمیبینم برم 900 درصد رو پا وایسم یه کار پر استرسی که اونم برای یکی دیگه که بخواد تایم سالی حقوق به من بده کف دستم بذاره، نصفش هم تکس برداره. خب برای چی این کارو بکنم وقتی که میتونم از تو خونه خودم با خیال راحت بدون اینکه درگیر خیلی چیزای لیاف شدن و ال و بل و مرخصی و اینا باشم بتونم 2 برابر درآمد داشته باشم. ولی این یه شبه نبوده، یه روزه نبوده، بدون زحمت نبوده و واقعا ولی خیلی ارزشمند بوده. خیلی اینه که حتما برای دوستانی که میخوان بیان یه اینوستمنتی باید در نظر بگیرن و بیان و شروع بکنن. دیگه نمیدونم سوال دیگه هم پرسیدی که یادم نمیشه کامل. نه سوال شاید اگه شما اضافه کنیم که مثلا توضیحاتتون خیلی خوب بود که مثلا میس کردم یه تیکش میس کردم برای همین پرسیدم یه چیزی انگار گفتی اونو. فقط اگه دوستان مثلا اون قسمت مراحلش اگه شما بگین که این سوال بعدیه و شاید سوال دیگه همین الان گفتم اول توی وبسایت اسمشون نوشتم وبینار رایگان رو بگیرن. خودت میگی یا من بگم؟ شما بگین. من بگم آره ببین ما وبسایتمون رو گذاشتیم، میتونین توی ثبت نام کنین یا ایمیلتون رو خصوصی به ما بدین. براتون یه وبینار رایگان میخواین، اگه خواستین بگین وبینار فارسی هم براتون میدیم. نیازم نیستش که انگلیسیتون پرفکت باشه برای این بیزینس، تا حدی هم که متوجه بشین، چون بعداً ترینینگ‌ها رو ما به زبان فارسی هم داریم. وبینار هم میگم فارسی خواستین براتون میفرستیم ببینید اگه که دوست داشتین، چون دیتیل نمیده بهتون وبینار آدمای مختلفی هم مدام براتون ایمیل میاد از طرف ما، بیچاره‌تون میکنه ایمیلا خودکار ما نمیفرستیم، ولی ما هفته 2 روز در واقع وبینار داریم، 3 شنبه ها 5 شنبه ها براتون لینکش میاد، زمانش یادآوری میشه. اگه نتونین لایو شرکت کنین بازپخشش براتون خاص اینقدر میاد براتون ایمیل تا آخر ببینید و بعد با آدمای مختلف، با کسایی که از سنای مختلف، رنگ مختلف، کالچر مختلف، دین مختلف، بک‌گراند تحصیلی مختلف، واقعا همه از کشورهای مختلف، همه ولکامینگن تو این بیزینس و آشنا میشین و اینسپایر میشین. اصلا اینقدر انگیزه میگین، اینقدر لذت و انرژی میگیرین. خب با بعضی آدم رابطه یه جور دیگه ارتباط برقرار میکنه. ممکنه یکیشو ببینین خوشتون نیاد از پنلش، از حرفا، یکی دیگه رو ببینین احساس کنید ای مثل من و نهایتا اگه تصمیم گرفتین دیتیل رو بگیرین $149 US میدین، میان توی ترایال 2 ساعت ویدیو براتون فرستاده میشه، کامل بیزینس مدل براتون شرح داده میشه، راجع به کالا، راجع به کمپانی. میان تو گروه خصوصی فیسبوک، من الان نمیدونم دیگه امروز چند نفر شدیم، هر روز 1000 تا 182,000 تا بالاتر هستیم. آشنا میشین با کامیونیتی، با درآمدها، با موفقیت‌ها و غیره و اونجا با کوچ صحبت می‌کنین، یه کوچینگ کالی می‌گیرین کامل در مورد اینکه چجوری اینوستمنت چجوری هست توی کشور خودتون، مقدارش، پرداختش و دیگه تصمیم می‌گیرین. اگه دوست داشتین مثل ما اینوست می‌کنین و ادامه میدین، اگه هم دوست داشتین که $149 رو پس می‌گیرین. این عوضین.
خانم سودابه عزیز، یه دوست عزیزی فکر کنم لایو ما رو تا به اصطلاح اجازه جوین شدن پرسیدن که مثل شما باید تبلیغات تصویری انجام بدیم یا نه، که من اضافه کردم اگه شما مثلا میخواین یه بار دیگه بگیم براشون. آره تبلیغات میدید انواع مختلف داره توی سوشال مدیا، میتونه تصویری باشه، میتونه عکس باشه، میتونه ویدیو باشه، میتونه کیبورد باشه، بر اساس پلتفرمی که شخص انتخاب میکنه انواع مختلف، میتونه انیمیشن باشه و نیاز نیستش که حتما کسی ویدیو از خودش بذاره یا تصویر بذاره. ما خیلی رو داریم که به خاطر کالچرشون، به خاطر شغلشون، به خاطر موقعیت سیاسیشون ممکنه نخوان تصویرشون توی سوشال مدیا باشه و هیچ مشکلی هم نداره. بله دقیقاً. فقط در ادامه صحبت قبلیتون من یک به اصطلاح نکته رو میخوام بگم. دوستان عزیز خیلی مسیج میکنن، میگن که ما نمیخوایم ببینیم رو ببینیم، شما به ما بگین این چیه. من میخواستم از تجربه خودم بگم. من اولین وبینار رو دیدم، خوشم نیومد. به قول همون شما سودابه خانم عزیز، من با اون افرادی که داخل اولین وبینار بود، من دیگه آدمای عجیب غریب به نظرم رسیدن ولی فکر کنم وبینار دوم یا سوم بود، من از یه آقایی که ایشون قبلا توی ارتش آمریکا کار میکردن و اینا به اصطلاح درآمد بسیار بالایی دارن، به اصطلاح کسایی که نظامی هستن، رتبه خیلی خوبی هم داخل به اصطلاح داشتن. من فقط با اون تونستم کانکشن برقرار کنم. چرا؟ شاید به خاطر اینکه من به اصطلاح نمیفهمم حضور آمریکایی‌ها تو افغانستان بود یا چی بود، نمیفهمم علتشو، ولی من حرفای ایشونو که دیدم رسیدم که این چیزیه که یعنی من خوشم اومد و تصمیم گرفتم که به این بیزنس بیام. الانم دوستان عزیز ما شما رو تشویق میکنیم وبینارها رو ببینیم، به خاطر اینکه ما و مثلا همکارانمون میایم سوالای شما رو جواب میدیم، ولی ما کسی نیستیم که بتونیم به شما توصیه کنیم که این بیزنس مناسب شما هست یا نه. شما هرچند وبینارها رو بیشتر ببینین، اون کانکشن شخصیتون رو با به اصطلاح این بیزنس پیدا میکنین و موتیویشن پیدا میکنین که ببینین وارد این بیزنس میخواین بشین یا نه، و اونم شاید با اولین وبینار اتفاق نیفته. به همین خاطر ما شما رو تشویق میکنیم که ببینیم وبینارها رو، حداقل یه 3-4 تایشو اگر مثل من خوش شانس باشین با دیدن دومی سومی به اصطلاح به نتیجه میرسین، میفهمین که آره هست یا نیست. و برای من مثلا دومی یا سومی بود فکر کنم که من تصمیم گرفتم آره این بیزنس چیزی هست که به درد من میخوره. ولی برای شما ممکنه اولی باشه، ممکنه دهمی باشه، ممکنه 15می باشه، ولی چیزی هست که واقعا زندگی خیلی رو تغییر داده. فقط ما فارسی زبانان نیستیم و منی که به اصطلاح سودابه خانم خود 1-3 سالی میشه واقعا به رنگ‌های خیلی بالا رسیدن ایشون، ولی من از همون چند ماه اول من نتیجه این بیزنس رو دیدم و من تشویق میکنم دوستان عزیز. $149 قسمت ترایل یه چیزی نیست. مثلا برای کسی که تو آسیا شاید مثلا مشکل باشه، برای ماهایی که اینجا هستیم واقعا چیزی نیست. ریفاندبله دقیقاً. یعنی من خودم گفتم که این ریفاندبله. من اول اینطوری فکر میکردم ببینید این اسکمه، به خاطر میخواد اون $149 بگیره، $149 از 1000 نفر بگیره، ببین چقدر پول میشه. ولی وقتی گفت ریفاندبل من گفتم نه این بیزنس اسکم نیست، به خاطر اینکه اون پولی که از من میخواد بگیره اونم پس میده و داره اطلاعات رایگان به من میده. من تو چند تا ویدیو دیگه لایو دیگه اشاره کردم، میری دانشگاه میخوای ادمیشن بگیری، میگه درخواستی تو بفرست، یه پول اضافی هم به من بده که من اپلیکیشن تو بخونم بعد معلومات بهت بدم. اون پولو پس نمیده. ولی من گفتم که این بیزنس پول منو میگه که پس میدم بهت، یعنی اینکه این از این که اطلاعات به من میده از این درآمد نداره که فقط این اطلاعاتو بده، یه چیز ساختگی درست کنه که اسکم باشه یا مثلا قلابی باشه. اینه که اون $149 بهتون پس میدن و اون چیزی نیست که مثلا شما بترسین بگین یه چند تا، البته موارد زیادی نداشتم، 2-3 تا از دوستا گفتن از من کریدیت کارت خواسته، من میترسم. گفتم نه ببینین اینجا آمریکاست. من چند بار شده که از حسابم مثلا نمیفهمم آنلاین خودم اسم نوشتم یا چی از حسابم کم شده یا نفهمیدم مثلا یه جایی معلومات کارتم رو دیدم ممبرشیپ گرفتم، ولی به بانکم زنگ زدم به من پس دادن. ولی این یه بیزنسی هستش که یه شرکت ژاپنی معتبر پشتش هستش
و اینکه اینجا آمریکاست، نمیشه که مثلا یکی بیاد از 1000 نفر معلومات کریدیت کارتشو بگیره بره بزنه پولشو به جیبش و کسی تعقیبش نکنه و به اصطلاح مشکلی براش پیش نیاد. کاملا اطمینانی هستش. فقط من می‌خواستم این نکته رو در ادامه صحبت قبلی شما اضافه کنم و فکر می‌کنم دیگه چیزی نمونده از سوال دوستان. شما واقعا خیلی 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 عالی توضیح من سوالا رو مطرح کنم. شما دیگه اینقدر به اصطلاح دوستان باشون کار کردین که خیلی لب کلامو خیلی راحت و گفتین. دیگه اگه گفتنی آخری دارین بفرمایین دیگه. فکر میکنم نه البته حرف خوب زیاده، سوال زیاده. مثلا این خانم اینقدر بامزه چند وقت پیش به من گفت اگه این بیزنس شما خوبه چرا مردم سر کار میرن؟ خب بیان همین بیزنس شما رو بکنن، چرا همه نمیان کار شما رو بکنن؟ پیش گفتم دقیقاً به خاطر همون مایندسته که مشکل داره. بعضی اصلا بیزینس نمیتونن، یعنی مایندست کارمندیه. اصلا وقتی میخوام بیزینس کنن، چون بیزینس به هر حال مسئولیت آدم داره خودشه. من یادم تو داروخونه که بودم یه بار تو قسمت آرایشی بهداشتی یه خانمی رو گذاشته بودم چون نمیخواستم خودم اون قسمت درگیر بشم، خواستم قسمت دارو باشم. خب کرمای گرونی میفروخت. برگشت به من گفتش که خیلی خوشته، ما این کرمای گرون رو من میفروشم، سود اصلی تو میکنی. بهش گفتم از خانم فلانی کاری که نداره، تو بیا قسمت آرایشی با هم دیگه، تو بیا مثل کسی که این قسمت مال توه، من به تو تو وقتی فروختی من پورسانت بهت میدم، هر چی بیشه علاوه بر حال من تو دست بگی. اما اگه تاریخش گذشت، اگه افتاد کرم شکست، اگه نمیدونم رو دستت مو، اینا رو هم ازت کم میکنم. گفت نه نمیخوام من همون حقوق خودم میگم. گفتم ها ببین من اینا رو هم دارم تو دارم، من این فکرها رو هم دارم که تو نداری. تو چه بفروشی، یکی بفروشی، 100 تا بفروشی، خیالت راحت یه حقوق میگیری، من نه. پس ببین مسئولیتش اگه میخوای تو فقط قسمت خوبش نگاه نکن، مسئولیت داره. و خیلی این اولا این بهشون استرس میده و دوم اون مایندست بیزینسی رو ندارن و سوم خیلی تغییر رو نمیتونن قبول کنن. این وقتی میگم مایندستشون چیزه، یعنی اینکه ببین تمام آدم ها از تغییر میترسن، به خصوص اگر ندونن اون. مثلا خیلی همون با دنیای آنلاین هنوز تو سن ما ناآشنا هستیم، یه دنیاییه که نمیدونیم توش چه خبره. بگذاریم از نسل جوان که دنیاشون دنیای آنلاینه، اینا 4 روز دیگه به این مسیر به سن کار برسن، به بازار کار، این بیزنس منفجر میشه، اکسپلود میشه. اینا اصلا نمیذارن دیگه، به ما امون نمیدن. ولی ما نسل هستیم که میترسیم. از اون طرف جرأت نداریم پا پیش بذاریم، از اون طرف دلمون میخواد، یعنی تغییر رو حاضر نیستیم، یعنی نمیخوایم از اون کامفورت زون خودمون بیایم بیرون. اگه بدتر شد چی؟ اگه نشد چی؟ اگه کلاه سرم گذاشتن چی؟ و این چیزیه که جلوی آدما رو میگیره، نمیذاره بیان بیرون، یه ریسک کوچیک بکنن، بیان حتی یه ذره اطلاعات بگیرن. بابا در این حد خیلی نمیتونن، استرس بشون. و این دقیقاً من حتی توی یکی از لایوهای دیروزم گفتم دقیقاً این جریان ما رو کتاب چه کسی پنیر مرا جابجا کرد، Who moved my cheese، دقیقاً میگه که اون پنیرها در واقع اهداف ما هستن. حالا ممکنه هر چیزی باشه، مال باشه، درس باشه، نمیدونم روابط باشه، اون چیزایی که ما میخوایم. و اون شخصیت‌های اون داستان که چجوری راجع به تغییر حرکت میکنن، 4 تا شخصیت هست. و یکیشون که دقیقا همون کسی که یه آدم هموها که یکیشونه که این ها با تحقیق پیش میره وقتی پنیر یه جا تموم میشه میره میگرده، چون اینا توی میز زندگی میکنن، میره میگرده یه سورس دیگه، یه جای دیگه پر پنیر، 100 برابر پنیر، ولی خب تو مسیر باید بره و یه ریسکی بکنه، پیدا میکنه. یکی دیگه شون هی میشینه اونجا خودش سرزنش میکنه، دنیا رو سرزنش میکنه، شرایط رو سرزنش میکنه، آخه این چه وضعیه، چرا اینجوریه، چرا من اینجورم، پنیر من کو، پنیرا چی شد. اینقدر میمونه که تو بدبختی خودش اونجا میمیره و حاضر نیست خب بیرون از اینجا، بیا از اینجا بیرون یه دوری بزن. و خیلی از زندگی ما آدم ها خیلی همون این هستیم، یعنی تو همون شرایط ناراضی میمونیم و تموم میشه زندگیمون. درصد کمی میان بیرون میگردن دنبال یه راه دیگه و وقتی میگردیم نتیجه رو میبینن که واو
و این جریان، این علت اینه که چرا خیلی‌ها نمیان. خواستم فقط اینم اینجا بگم. و اگر که کسی واقعا اون مایندست رو داشته باشه، این میتونه، بازم نمیگم تمام دنیا این بیزینس به دردشون میخوره، نه، باید بیان خودشون ببینن، بستگی به کار، بستگی به شرایط، منتها خب این تحقیق رو باید انجام بدن که ولی اگه براشون مناسب باشه واقعا میتونه دنیایی از خیر و برکت رو به زندگی خودشون اطرافیانشون باز کنه. فکر کنم دیگه خیلی حرف زدم. من هی میخوام بگم صحبت نکنم دیگه، وقتی دوستان کمه، ولی یه نکته‌ای که شما گفتین واقعا بیزنس یعنی مایندست خیلی مهمه. مثلا دوستانی هستن که یکی اینکه شما حرف از ریسک زدین، یعنی $149 ریسکی نیست که مثلا کسی بگه من دیگه $149 مثلا با دو تا دوستت میری غذا رستوران هم بری میشه از اینه. دقیقاً، ولی حاضر نیستن مثلا اونو قبول کنن، بگن که من $149 میدم، میام ترایل میبینم که چی هست، خودم تصمیم بگیرم. میگه نه شما به من لطفاً بگین. و منم میگم که کسی که این حرفو میزنه یعنی این هنوز آمادگی تغییر رو نداره، به درد این بیزنس نمیخوره دیگه. من میگم شما ویدیوها رو ببینین، تصمیم بگیریم بیایم وارد وبینار بشیم، به خاطر اینکه ما میخوایم دوستایی که اینجا میان موفق بشن. خدای نکرده ما نمیخوایم کسی که این بیزنس مناسبش نیست بیاد اینجا و شاید ریسکش زیاد نیست، مثلا در حد $2-3، حالا کسی نیست که $50,000 $100,000 از دست بده، ولی خب ما نمیخوایم حتی همون ضرر کوچیک بهشون برسه. و همین خاطر میگیم دوستان $149 بهتون پس میاد، ولی مهم اینه که شما برین و ببینین. و اگه شما هنوز حاضر نیستین برین خودتون این حقیقت رو پیدا کنین، پس شما هنوز آماده پیوستن به این بیزنس نیستین. انشالله اینم آخر کلام بود دیگه. انشالله دوستان از صحبت‌های زیاد ما خسته نشده باشن و کسایی که کنجکاو بودن و سوال داشتن جواب سوالاشون رو گرفته باشن. کسایی که صفحه ایشون رو فالو میکنن جواب سوالاشون رو گرفته باشن، کسایی که صفحه منو فالو میکنن جواب سوالاشون رو گرفته باشن. وبسایتمون اینجا هست، اگه میخواین معلومات زیادتر به دست بیارین و خودتون به نتیجه برسین که این بیزنس براتون خوبه یا نه، اسمتون رو بدین، ایمیل آدرستون رو بدین، وبینارها رو ببینین. هیچ به اصطلاح کار سختی نیست. و من از طرف خودم از دوستان خداحافظی میکنم و براشون هر جایی که هستن اگه روز خوبی رو آرزو میکنم و اگه شب هست شب خوشی رو براتون آرزو میکنم. شما در پناه خدا باشین همگی. سلامت باشین. مرسی جان، قربانت میکنم. تشکر از شما صدای عزیز. خدا نگهدار همگی. و خدا حافظ همه دوستان.